بابای حاجی در همین شعر کمی روشنی اندازه. ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، بر خاک بریختی می نابی مرا، خاکم به دهن مگر تو مستی ربی. اکو برادرای عزیز و گرامی، در هر یک مصرع هایی که وقتی می می آید از شاعرهای ما، از دانشمندای ما، وقتی که در مصرع هاشون می اونها انا بگیم که جای می دهند یا می میارن، اینجا در مراد برادرای عزیز نوشیدن این می های مجازی نیست. ببینید چیزی که جناب جنونی میگفت که شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. بدان معنا که عارف زلف گوید، غرض در پیچ تاب هیچ موی نیست. وقتی که ما شراب میگیم، جناب جنونی میگم شرابی ما، می ما از انگور تیار نمی شود. وقتی ما میگیم ما می نوشیدیم یا لذت از می بردیم، اون می ما را با طریق این گلو یعنی با طریق دهن نوشیده نمی شود. یا جناب خواجه حافظ می گفت المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زی مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. ببین جناب حافظ اینقدر روشن کرده است که دیگر حاجت به معنا کردن نمی شود. برای همین همیشه می هایی که در این اکو شاعر معاصر شاید همین می امروزه را در نظر دارد، لیکن این شاعرهایی که شما از اونها مصرع های شعری میارین، از خواجه حافظ میارین، از بیدل میارین دیگر، اینها گفتن که از اینها چی است؟ این یعنی اینها حتی شکرگزاری میکنن که در میکده باز است، یعنی آن جایی که می هست شکر که درش گشاده، یعنی این در یگان رستوران و در یگان بوفت و در یگان بر در نظر ندارد. برادرای عزیز، برای همین شما خدا شما گفته استن المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. آن دری که در اونجا من نیاز دارم، آن جایی که من اونجا در با پروردگارم بین راز و نیاز میکنم، آن جایی که من برای الله مهربانم آب چشم میریزانم. یعنی هرگاهی که اون دری در که من داخل میشم و آن جایی که من با پروردگارم راز نیاز میکنم، انا همون کیفیتی را که میبره همون میه، همون کیفیتش همون کیفیتش به می نسبت میده. میگه خمها، خم همون خمهایی که در داخلش می میگیرن، شراب میگیرن، خمها همه در جوش و خروشند زی مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. ببین آن خمها میگه پری میان، همه در جوشند. شاید همون خمی که وی میگه همون قلبش باشه، همون می که میگه همون عشقی که در درون قلبه. هرگاهی که با پروردگارش که مقصد که رو میاره و دستش میبنده و الله مهربان اعبد الله کانک تراه، عبادت کن الله را همچنانی که میبینیش. همین خیلی تصور میکنه که الله مهربان در پیشش هست، گمانش تصورش همین که هست همون می میجوشه، یعنی همون عشق میجوشه. برادر عزیز
ولی در مکاشفت القلوب امام غزالی یک قصه میارند در باب محبت الله. میگد حضرت عیسی علیه السلام بر یک دیهه میگذشت، نگاه کرد که یک مرد در دستش یک ظرفی و آب میدید، گویم زراعت داشت، آب میداد. وقتی حضرت عیسی را که میبیند سلام میدهد و حضرت عیسی را میگد از تو یک خواهش دارم، دعای شما پیش الله قبول میشود، دعا کن که الله مهربان با مقدار هم یک دانه گندم در دل من محبت جای کند. میگد این دانه گندم واری محبت این خیلی کلان است، مقصد تو برداشت اینه نداری. بعدا میگد خیلی دعا کن که با مقدار یک دانه ارزن در دل محبتش جا شود. حضرت عیسی دعا میکنه. از من میگه یک سال میگذرد، حضرت عیسی میگه به همون دیه میگذرد، میبینه که همون زراعت ها و همون گل و همه همونها گویم خشک شدگی و صاحب همین حولی و صاحب همین زمین نیست. میپرسه، میگن که این آدم وقتی که همون دعا را در حقش کردی بی نهایت بی طاقت شد، در این آدم دیگر علاقه یک تبدلات کلی در درونش به وجود آمد و این بیابان به بیابان شد، از کوه به کوه شد. حضرت عیسی میگد الله مهربان دعا میکند، جبرائیل برای او معین میکند که ای در کجاه. وقتی میرود میگد همین نفر میگه میبیند در بالا یک سنگ بلند برآمده است و چشماش طرف الله مهربان و چیز با لبهاش زمزمه میکند. حضرت عیسی میگه نزدیکش میآید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از این مرد میگه جواب نمیاد، باز سلام میدهد، باز سلام میدهد. میگه جبرائیل آمد و گفت که عیسی الله مهربان سلام میگوید و میگوید آن مقدار دانه ارزنی را که دعا کردیم ما در قلب این بنده جا کردیم و اگر امروز تا پگاه که اگر فریاد بزنی دیگر گوش های این صدای شما را نمیشنود. یعنی این با تمام هستیش خودش در من بخشیدگی ای، حتی اگر یک اره را بگیری از بالای سرش تا پایان پاش اگر پاره هم که کنی این دیگر درک نمی‌یابد. برادر عزیز، اینها را عشق میگن، اینها را محبت میگن، اینها را دوستداری میگن. ولی از بس که امروز دوستداری های ما که کودکانه شدگی هست، دوستداری ها که جدی که نیست، این چیزها را برای ما و شما مقصد گوش کردنش ممکن یک کیفیت بخش بود، لیکن باور کردن قبول کردنش مشکل میاد، زیرا که این را به محبت امروزه چین میکنیم هیچ تغییری نمیاد، هیچ موافق نمیاد. در زمانهای پیامبر گرامی وقتی حضرت ای دنیا گذشت، میگه یک زن چند بار پیش عایشه مادرمون اومد. از بس که پیامبرمون در خانه عایشه که دفن شدگی بود چند بار آمد، گفت مادرمون عایشه را میپرسید اجازت نمیدی که من یک بار همین قبر پیامبر را زیارت کنم، یعنی نزد قبرش برم. حضرت عایشه میگه همین کار را تأخیر کرد، دید که همین زن بسیار رغبت زیاده، بعد گفت بدرا، اجازتش داد، درش کشاد و میگه با مجرد همین قبر پیغمبر دیدن همین زن میگه راست در بالای قبر افتید. عایشه مادرمون میگه وقتی که گرداندیمش میگه آخران حرفی را که من از همین مادر شنیدم لا اله الا الله محمد رسول الله بود. با همین تمام میگه جان به حق تسلیم کرد. یعنی بین محبت های هست که در یک لحظه آدم جانش مقصد ای دست میته. برای این مایهایی را که این عزیزای خدا یاد میکنن
همو خومه که میگم میجوشد، همو قلبی هست که درونش عشق الهی داره، درونش محبت الهی داره. او کیفیتی که او میبره، اگر ایجاد یک آدم 10 شیشه عرق بنوشه، این مقصد بجز همو وزبینی و سردردی هیچ کیفیت نداره. لیکن کیفیتی او دیگر کیفیتی برادر عزیز. او را تا انسانی که اگر خودش از همون چیز نچشه، این را به گفتن یا به خواندن انسان نمیفهمه برادر عزیز. برای همین هر جا که شما می خواندین، تصور نکنید که اینها همش آدمای مینوش کیفی بدن. نه، اینها در می عشق الهی را می آوردن دادر عزیز. آیا در روز عید کار کردن جایزه؟ در همه روز اجازت است. روز عید حتی کسی که اگر وقت از همه مهم رفته عید شکی خان، بعد عید برای با کار دنیایش کردن میگیره، هیچی باکی نداره، یگان زیانی نداره. بابا جان میگویند که در رمضان شیطان ها بسته می شوند. پس چرا در خواب شیطان زده می شویم؟ چرا در خواب شیطان زده می شویم؟ آیا در رمضان گناه های زیاد بکنیم؟ یعنی برادرمون سوال کرده است که پیامبر گرامی گفتن که اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. وقتی ماه رمضان میاد، درهای جنت گشاده، درهای عذاب الهی بسته و شیطان بسته شده. دادر عزیز، شاید که همون مراد از شیطان همون شیطان کلام باشد، همون عزازیل باشد، همون ابلیس باشد، همون افرید باشد. یعنی همون شیطان کلام بسته می شود. این شیطان های میده میده که مقصد عسکرای او به شمار می روند، شاید که اینهاش بسته نشود. من راستی با پرگی را نگاه نکردم، شاید انشاءالله خیلی در پیشم که سوال آوردن جواب گفتم، ولی با انشاءالله میبینم که اگر در اطراف این با چی در کتاب ها چی آمده است، با برای شما جواب مکمل میگم. لیکن گمانم بر همه که شاید همون شیطان کلام بسته شود و این شیطان های میده ایش که هستند مقصد اینها کشاده باشند. یا شاید اگر همه اینها هم که بسته باشند، ما در وجودمون هر کداممون جین داریم. اگر مقصد همین جین های ما که از حساب توفیق ما، تقوای ما، از حساب مقصد بندگی ما بیشتر اینها ضعف خودشون مقصد انا حس میکنن، اگر به شرط همین بندگی ما سوس باشد، در همین رمضان همون کارهایی که در غیر رمضان میکردیم، همون بی‌پروایی، همون گناه ها، همون مقصد هر چیزی که بود میکردیم، در اینجا شاید همون جین های داخلی ما با یک باره قوت پیدا کنن و بعد ما و شما احتلامی شیم، ما و شما حقارت کنیم، ما و شما باز فریب کنیم، دزدی کنیم، غیبت کنیم، همون رو کردن میگیریم دیگه. لیکن انشاءالله باز من این مسئله را باز خدا خواهم میبینم.